سبزیجاتو میریزم. 2 دقیقه بعد ماهیچه گوسفندی سری میریزم. سبزیجاتو میریزم روش. بریم سراغ ادویه. تخم گیشنیز تازه آسیاب کنید. فلفل سیاه و زردچوبه هم میزنم قشنگ. حرارت زیاده. حالا آب میریزم رو حرارت کم، میذارم 4 ساعت بپزه. میرم سراغ زعفرون. همیشه من زعفرون رو تازه خورد میکنم. اینجوری. حالا یخم میریزم روش تا دم بکشه. اینجا رو ببین. 20 دقیقه نیم ساعت مونده که کامل ماهیچه ما بپزه. بهش زعفرون میزنم، نمکم میریزم و درش رو میبندم. آب داره میجوشه. برنج شستم با نمک میریزم تو آب جوش. 10-12 دقیقه میذارم تا خوب بجوشه و بعد آب کشش میکنم. تو همون قابلمه روغن میریزم، برنجم میریزم، دوباره یکم روغن رو میذارم تا دم بکشه. بریم سراغ آجیل. پسته 30 ثانیه سرخ بکنید با کره. همچنین بادوم رو، اینم 30 ثانیه. میرم سراغ زرشک. یکم هم شکر میریزم که متعادل بشه. بازم 30 ثانیه. و در نهایت کشمش. از 30 ثانیه اگر بیشتر شه میسوزن اینا. خیلی حساسن. تمومه. خب اینو نگاه کن. اینو نگاه کن. کامل پخته. 4 ساعت. شما میتونید سبزیجات رو اینطوری سرو بکنید. اگرم خواستید میتونید اونا رو پوره کنید. من میخوام پوره کنم. ماهیچه رو در میارم. اینم از اینو حالا پوره میکنم. عین یه سس. نگاش کنید. اینم از برنج ما که کامل دم کشیده. آماده است. و غذا رو میکشم. یکم از سس، ماهیچه ها و برنج. این مقداری از اون زعفرون است که مونده. برنج میریزم توش. آروم هم میزنم که برنجا خورد نشن. حالا با این برنج زعفرونی و اون آجیلایی که داریم برنج رو تزیین میکنم. بادومم بریزم اینجا. پسته، زرشک، اینم از کشمش. وای نگاشون کن.